خب برای حرکت اول پاتون رو روی ترمز قرار بدین. حالا کلید ترمز پارک برقی رو به سمت پایین فشار بدین، دنده رو حالت دی بذارین. حالا پاتون رو از روی ترمز بردارین، شروع به گاز دادن کنین. این قسمت ما وایرلس شارژر رو داریم که شما گوشیتون رو قرار میدین این قسمت و شروع به شارژ کردن گوشی موبایل شما میکنه. خب این قسمت شما میتونید کولر و بخاری رو فعال کنید، کم و زیاد کنید و اینکه روی مانیتور هم نمایش داده میشه تمامی آپشن های مربوط به کولر و بخاری که یکی از مهمترین اونها گرمکن صندلی هستش. خب از طریق مانیتور میخوایم نور فضای داخلی رو تنظیم کنیم. وارد تنظیمات خودرو میشیم. با قسمت خودکار ما الان کاری نداریم. گزینه دوم رو انتخاب میکنیم، نور داخلی که از این قسمت میشه رنگش رو تغییر بدیم یا حالت ریتم موسیقی رو فعال کنیم که با صدای آهنگ رنگ‌ها شروع به تغییر بکنه. سمت چپ غربیلک فرمان کروز کنترل رو داریم. خودرو X55 دارای دوربین 360 درجه هستش که از این قسمت شما میتونید از تمام زوایا خودرو رو مشاهده کنید. خودرو دارای 2 تا مد رانندگی هستش. مد اسپورت که شما وقتی که میخواین رانندگی سریع‌تر و پرشتاب‌تر داشته باشید انتخابش میکنید. مد اکو که همون حالت رانندگی عادی هست که توی شهر دارید. این قسمت ما جلو آمپر دیجیتالی خودرو رو داریم که به شما نشون میده تا چند کیلومتر دیگه خودرو بنزین داره. یکی از کاربردی ترین آپشن های این خودرو اتوهولد هستش که الان میخوایم تستش کنیم. ما توی سربالایی هستیم، توقف کامل کردیم، کلید اتوهولد رو به سمت پایین فشار میدیم و شروع به حرکت میکنیم. خودرو الان فقط به سمت جلو حرکت میکنه و دیگه نگران به عقب حرکت کردنش نیستیم. خب یه توضیح هم راجع به مشخصات فنی خودرو بهتون بدم. حجم موتور این خودرو 1.5 لیتری هستش، 1.5 لیتری توربو شارژ که 230 نیوتن متر گشتاور به ما میده و دارای 156 اسب بخار هستش. گیربکس این خودرو 9 ساعته CVT هست و همچنین 4 سیلندر هستش. خب یه توضیحی هم راجع به مشخصات ظاهری خودرو بهتون بدم. این قسمت همونطور که مشاهده می‌کنید جلو پنجره کهکشانی شکل خودرو، همچنین چراغ‌های بزرگ و کشیده خودرو خیلی به چشم میان. خطوط قرمز روی سپر و کناره‌های خودرو هم که ملاحظه می‌کنید در مجموع باعث شده که این خودرو خیلی ظاهر اسپورت‌تری داشته باشه. این قسمت شما رینگ 17 اینچ 5 پر خودرو رو مشاهده می‌کنید. یکی از مهمترین ویژگی‌های این خودرو سیستم ترمز قوی این خودرو هستش. همچنین این خودرو داره سیستم TPMS هست. خب حجم صندوق عقب خودرو رو مشاهده می‌کنید، یه فضای کاملا جادار مناسب برای خانواده‌ها و همچنین مسافرت هستش. حجم فضای صندوق عقب این خودرو 340 لیتر هستش. خب حجم باک بنزین این خودرو 51 لیتر هستش. بریم که فضای داخلی خودرو رو به شما نشون بدم. این خودرو 6 ایربگ هستش، ایربگ راننده، ایربگ سرنشین جلو و ایربگ پرده‌ای. این خودرو 6 اسپیکره هستش. خب این قسمت ما سانروف 2 حالته خودرو رو داریم همونطور که مشاهده میکنید.